3 مارت سال 2022 ساعت 15:11 به وقت محلی در کیلومتر 97 روی موشنگرده که از حدود دهه وطنگان جماعت دهات بسیج نویه روشون ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذرد سنگریزی به قید گرفته شده. کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که این ریزش سنگ تلفات جانی و خسارات دیگری نداشت. کمیته گفت با تلاش کارمندان وزارت نقلیات کشور راهها تازه و حرکت نقلیات برقرار کرده شد. به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کشور در جمهوری تا 8 مارس هوای نااستوار و بارانهای شدید پیش بینی می شود. باران می تواند در بعض منطقه ها سبب آمدن سیل شود. در کوه ها باشد موجب لغزش ترمنی شده می تواند. بنا به معلومات هواشناسان از 5 تا 8 مارس سال 2022 در قلمرو کشور بارانگری های شدید و در مناطق بلندکوه باریدن برف پیش بینی می شود. به سبب بارشات خطر بالا رفتن سطح آب در دریاهای یخسو و قزلسو و همچنین در رودهای کوهی که از قطارکوه‌های ایثار سرچشمه میگیرند پیش بینی می شود. همچنین خطر سنگریزی و فرآمدن ترمه به خصوص در راههای دوشنبه عینی، دوشنبه لخش، دوشنبه سنگوار، دوشنبه خاروغ اشکاشم وجود دارد. در رابطه با این کمیته اولتوی فوق‌العاده از اهالی خواست که در این روزها در راههای کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند، وسایل نقلیات خود را از پیش آماده کنند و از سفر به مناطق خطرناک انجام کارهای صحرایی، جمع‌آوری هیزم و علف‌های طبیعی، ماهیگیری و از شکار در کوه‌ها خودداری کنند. از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته شده است که در صورت دچار شدن حالت‌های خوفناک با رقم‌های 112 93 880 28 19 و یا به قسم نوبتداری با رقم 223 13 11 زنگ بزنند.